سرخط خبرهای مهم. قدرشناسی یک دانشمند کشته شده تاجیک در اوکراین. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین مسئله مهاجران را هم بررسی میکنند. منع استفاده اسکوتر و سمکت‌های برقی در دوشنبه. سلام بیننده‌های عزیز، نوید بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه 8 اکتبر. خدمات پشت اوکراین یا اوکرپشت عکس بیژن شاروفوف بیوفیزیک و زاده تاجیکستان را در سلسله مارکه‌های پشت این کشور جای داده است. بنا به معلومات مقامات اوکراینی، او در ماه اپریل سال 2022 در دفاع از خاک اوکراین در مقابل تجاوز روسیه کشته شده است. خدمات پشت اوکراین روز 7 اکتبر اعلام کرد که در همکاری با نشر علمی کنشت و بنیاد خصوصی سیمین سلسله از مارکه‌های پشت این کشور را با عکس عالمانی که در دفاع از اوکراین کشته شده بودند نشر کرده است. آنها از بیژن شاروفوف به عنوان نفر یاد کردند که دو بار ضد اشغالگران روس در سالهای 2014 و 2022 سلاح به دست گرفته است. بیژن شاروفوف 32 ساله در اکادمی علمی اوکراین کار میکرد و شهروندی این کشور را داشت. او در سالهای 2014 و 2015 در هیئت بتالون اختیاری ایدر در ولایت لوهانسک جنگیده است. خانواده بیژن شاروفوف زمانی از دوشنبه به کیف کوچید که او همگی 6 سال داشته است و مکتب و دانشگاه را در اوکراین ختم کرده است. استفاده اسکوتر و سمکت‌های برقی در راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد شهر دوشنبه تا سال 2030 ممنوع شدند. قرار وکیلان شهر دوشنبه در این باره قبول شده است. رئیست وزارت کارهای داخلی در پایتخت با نشر یک خبر گفت در راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد پایتخت راندن اسکوتر و سمکت برقی شخصی که نوسان و کودکان استفاده می‌کنند یا به اجاره داده می‌شوند تا سال 2030 منع شد. استثنا تنها واسطه‌های انفرادی به قید دولتی گرفته شده می‌باشند آماده شده است در خبر. سبب منع استفاده الکتروسکوتر و الکتروسمکت‌ها تنظیم فعالیت بین‌نظامی آنها، کاهش صدمه‌ها با اشتراک آنها، پیشگیری خلل به حرکت ماشین‌ها و پیاده‌گردان گفته می‌شود. مقامات می‌گویند از اول سال با اشتراک اسکوتر و سمکت‌ها 26 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده است که در نتیجه 3 نفر جان باخته، 24 نفر دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت پرزیدنت در جریان سفرش به تاجیکستان مسائل مهاجرت را بررسی خواهد کرد. در روسیه حدود 1,200,000 شهروند تاجیکستان کار میکنند و 16% کل شهروندان خارجی را که در این کشور کار میکنند تشکیل میدهند. آنها همه ساله به وطن 1.8 میلیارد دلار پول انتقال میدهند، گفته است اوشاکوف. همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل روزهای 8 تا 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. روزهای 8 و 9 اکتبر سفر دولتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان در نظر است. سفر پوتین به تاجیکستان در شب و روز اتفاق می افتد که تفتیش ضد مهاجران که بیشتر آن را شکار مهاجران مینامند در شهرهای روسیه افزوده است. با اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، معاشی از همه بلند را در تاجیکستان ساکنان شهر دوشنبه می گرفتند. موزی میانه ماهانه در پایتخت کشور از ماه ینور تا ایول سال جاری حدود 3555 سومانی را تشکیل می‌داده است که نسبت به همین دوره سال 2024 14.4% بیشتر است. همکاران ما در یک نظرسنجی از ساکنان پرسیدند که به نظر آنها کدام کسب و کار در تاجیکستان سردرآمد است. پاسخ را یک جا می‌بینیم. به نظر شما کارمندای کدام ساحه درآمد بیشتر است؟ آموزگار. خیلی هر سال جناب اولی زیاد میکنه، امسال 30% زیاد کردن. برای خودی آموزگارا شکایت میکنن که از همه مواد کم از ما است. نه. خیلی در همون محل ها 3-4 هزار میگیرن، 5 تا میگیرن. با گفتیم ما که ما نمیدونیم، نه با گفتیم دکترها. برای که بسیاری بیماری و چیزا بسیارن، ای بیماری آزار میکشن برای مقصد بسیار میروند. درآمد بلاگرها چی؟ میشوند. بد نیست. بد نیست زیرش ده. فکری ما هم همی دکترها هم برای که سلامتی اولان درجه هم مراجعت میکنن دکترها دا. معاش زیاد نمیدونم موزی کی میگیره، همه یک خیل میگیرن. زیاد چون نمیدونم. شما کارمند کدام ساعت؟ ما دیوی داریم.
کارمند دیو تازگی راهویی بله اوید به تازگی معاشتون چقدر؟ نه زخه میشه سازتر خدا به شکر بخواسته چقدر معاش گیرن تو همکارای شما؟ خک ما همون چیزی که میخواهیم خیر خداوند اگر چی باشد خیر که وزی چند قم میگیریم خدمون 2600 تومان کارگرای هم پریخمه خیر و هم دیگه برای هم اوستای ماشین و چیزا هم کارهایش درآمدش سازه دوستای سرطان آه چرا فکر میکنید که معاشون بزرگ؟ برای کار میکنم هم خودم سرتراش هم درآمدش سازه چقدر است؟ هم درآمدش از همین یک روزه درآمد 150 200 تومان با فکری من ساختمانچیون بیشتر نو ابیام است ما کم باروسی گپ میزنم از همین خاطر خیلی معاشش خوب است مقصد من ماهانه 17 18 هزار میگیرم تو ساختمانچی؟ من ساختمانچی بله یعنی درآمد خوب داره؟ درآمدی خوب داره نه توصیه نمیدیم بسیار کسا نه که وزبین است مشکل است کار هست ده؟ کار خودتون دیده ایستادید که ساختمان چقدر بیشتر است کسی خواهش دارد میکنه ندارد مجبور است تاکسی بزنه به نظر شما کارمندای کدام ساحه درآمد بیشتر دارن؟ با فکر ما کارمندان تیم کارمندان ساحه داره که خیلی کار کنه کار کنه ایجا درآمد میده خلق به کارش یه خیلیش هست رای کار نمینه کار لو زده باید کار کنه این دومو همش کار داره باشه همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا روز 6 اکتبر اعلام داشت که در برخی موارد درباره دادن موشک‌های بالدور تاماهاوک به اوکراین قرار قبول کرده است. این نکته را او ضمن پاسخ دادن به سوال‌های خبرنگاران در کاخ سفید بیان کرد. با این حال ترامپ گفت می‌خواهد به سوال‌ها درباره آنکه اوکراین این موشک‌ها را چگونه استفاده می‌کند و به کجا ضربه خواهد زد پاسخ بگیرد. او افزود که در فکر بدتر شدن وضع نیست بلکه برای پایان یافتن جنگ تلاش خواهد کرد. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در ملاقات اخیر با ترامپ در نیویورک مسئله دادن موشک‌های تاماهاوک را بررسی کرده است. این موشک می‌تواند تا 2500 کیلومتر پرواز کند. زمان اخیر ایالات متحده آمریکا مستقیما به اوکراین سلاح نمی‌دهد بلکه اسلحه را به کشورهای عضو ناتو می‌فروشد و بعداً آنها به اوکراین داده می‌شوند. حالا معلوم نیست که تاماهاوک چگونه به اوکراین داده خواهد شد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشتر گفته بود که تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین جریان جنگ را تغییر داده باعث خراب شدن روابط بین آمریکا و روسیه خواهد شد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 8 اکتبر خبر می‌دهد. 8 октябри соли 2018 баъди тахминан 20 сол ҳукумати президенти ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар мувофиқа бо мақомоти Тоҷикистон ба поккории сарҳадаш аз мина шурӯъ кард. минаҳое ки ба қавли ҳукумати пешини Ислом Каримов ба хотири пешгирӣ аз вуруди ҷангиёни ифротӣ поёни солҳои 90 ҷойгузорӣ шуданд, дар 20 сол беш аз 800 сокини Тоҷикистонро куштаву захмӣ карданд. сентябри соли 2021 Мирзиёев гуфт барномаи поккории минаҳо иҷро шудааст. 8 октябри соли 1935 донишманди забоншиноси тоҷик Баҳриддин Камолиддинов таваллуд шудааст. Камолиддинов яке аз муаллифони китоби грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик буда муаллифи даҳҳо мақолаи илмист. вожашиносӣ ихтисоси ӯ буд ва ба фарқ аз дигар коршиносони соҳа як муҳаққиқи озодандеш ва таҳаммулпазири назарҳои мутафовит дар баҳсҳои забонӣ будааст. дар авҷи пандемияи коронавирус бемор ва баъди духтараш дар синни 84 солагӣ даргузашт. 8 октябри соли 1966 овозхон Наргиз Бандишоева таваллуд шуд. ӯ дар синни 25 солагӣ дар як садамаи мудҳиши автомобилӣ даргузашт, вале 4-5 таронае ки баъди сараш мондааст, Лалаик, Ҷониман ва дигарҳо то ҳол маҳбубанду хотирмон ҳастанд.
او سال 1991 در قزاقستان جایزه اصلی آزمون موسیقی صدای آسیا را برد و آن را به تاجیکستان آورد. صبح امروز فروش 1000 روبل روسی در بعضی از بانک‌های تاجیکستان 112 و خرید به 110 سومونی برابر شده است. 100 یورو 1086 سومونی و فروش 100 دلار 931 و خرید 925 سومونی است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر نظر و پیشنهادی دارید برایمان نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهبان.